ماده مرموز مارتا. هر وقت بن به آشپزخانه میرفت آن ناراحتش میکرد. چیزی که ناراحتش میکرد ظرف فلزی کوچکی بود که بر روی قفسه بالای اجاق گاز مارتا بود. اگر مارتا دائما به او نمیگفت که به آن دست نزن، احتمالاً بن هم توجه زیادی به او نمیکرد و یا از دیدن آن ناراحت نمیشد. دلیل مارتا که اصرار داشت بن به ظرف دست نزند این بود که در آن ظرف یک نوع گیاه مرموز نگه داشته میشد که مادرش به او داده بود و از آنجایی که با خالی شدن ظرف مارتا نمیتونست دوباره اون رو پر کنه، او معتقد بود که اگر بن یا هر کس دیگری ظرف را بردارد و داخلش را نگاه کند، احتمالاً آنها به طور تصادفی ظرف را می‌اندازند و محتویات ارزشمند آن را زمین می‌ریزند. ظرف آنقدرها هم قشنگ نبود که ارزش نگاه کردن داشته باشد. آن به قدری کهنه بود که رنگ اصلی آن، یعنی گل‌هایی به رنگ طلایی و قرمز، ناپدید شده بود. شما با نگاه کردن میتونستین به راحتی بگین که ظرف از کدام قسمت بارها و بارها چسبیده شده است. چون در ظرف به قدری کیپ بود که موقع برداشتن کنده شده بود. نه تنها دستهای مارتا ظرف را آنجا چسبانده بود، هیچ کس جرأت برداشتن آن را نداشت، بلکه مادر و مادر بزرگش نیز همین کار را کرده بودند. مارتا مطمئن نبود، اما احساس می‌کرد که شاید حتی مادر مادر بزرگش نیز از این ظرف و گیاه مرموز آن استفاده کرده بود. تنها چیزی که بن از آن مطمئن بود این بود که چند روز پس از ازدواج با مارتا، مادر مارتا این ظرف را برایش آورده بود و گفته بود همانطور که خودش استفاده محبت آمیز از این ظرف کرده بود او نیز بکند. و مارتا هم صادقانه این کار را کرد. بن هرگز ندیده بود که مارتا غذایی را بپزد بدون اینکه ظرف را از روی قفسه بردارد و ذره‌ای از گیاه مرموز را بر روی غذا نپاشد. حتی وقتی که او کیک و کلوچه و شیرینی میپخت، بن میدید که مارتا قبل از گذاشتن مایتابه به داخل فر مقداری از آن را به شیرینی اضافه می‌کرد. هر آنچه که در آن ظرف بود کارساز بود، زیرا بن احساس می‌کرد که مارتا بهترین آشپز دنیاست. این تنها عقیده بن نبود، هر کس دیگری هم که دستپخت مارتا رو می‌خورد آشپزی او رو تحسین می‌کرد. اما چرا او اجازه نمیداد که بن به آن ظرف کوچک دست بزند؟ آیا او واقعاً می‌ترسید که بن گیاه مرموز را زمین بریزد و اینکه آن گیاه مرموز چه کار می‌کرد؟ آن گیاه به قدری ریز بود که وقتی مارتا بر روی غذایی که می‌پخت از آن می‌پاشید، بن نمی‌توانست ترکیبات آن را تشخیص دهد. مارتا مجبور بود که مقدار خیلی کمی از آن را در غذا بریزد، زیرا هیچ راهی برای دوباره پر کردن ظرف وجود نداشت. به هر حال مارتا به مدت 30 سال از زمان ازدواج تا حالا از آن مواد استفاده کرده بود. هر وقت که مارتا از این گیاه استفاده می کرد، نتیجه آن یک غذای اشتها آور و بسیار خوشمزه بود. بن روز به روز تحریک می شد تا برای یک بار هم که شده داخل آن ظرف را نگاه کند. اما هیچ وقتی فرصت پیش نیامد که این کار را بکند. یک روز مارتا بیمار شد. بن او را به بیمارستان برد و تمام شب او را بستری کردند.
وقتی بن به خانه برگشت، خانه را کاملا خلوت یافت. قبلا مارتا هرگز تمام شب را بیرون از خانه نمانده بود. موقع شام که نزدیک میشد، بن نمیدونست که چه کار کنه، چون مارتا به آشپزی خیلی علاقه داشت. در نتیجه بن هرگز به خودش زحمت نداده بود تا غذا پختن را یاد بگیره. بن وقتی به آشپزخانه رفت تا ببینه چه چیزی میتونه در یخچال برای خوردن پیدا کنه، بلافاصله ظرف روی قفسه نظرش را جلب کرد. چشمهایش مانند آهنربا جذب ظرف شدند. فوراً سرش را برگرداند، اما حس کنجکاوی دوباره او را به عقب برگرداند. حس کنجکاوی او را تحریک کرد. در آن ظرف چی بود؟ چرا اون نمیتونست به اون دست بزنه؟ آن گیاه ملموس شبیه چی بود؟ چقدر از اون باقی مانده است؟ به نگاهی به اطراف انداخت و سرپوش یک ظرف بزرگ کیک را که بر روی پیشخوان آشپزخانه بود برداشت. اوه، نصف کیک بزرگی که مارتا پخته بود هنوز داخل ظرف بود. تکه بزرگی از کیک را برید و پشت میز آشپزخانه نشست. هنوز یک ذره از آن را نخورده بود که دوباره چشمش به ظرف افتاد. اگر او داخل ظرف را نگاه کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا مارتا درباره آن ظرف اینقدر مرموز بود؟ بن تکه دیگری از کیک را برداشت و با خودش مناظره کرد این کار را بکند یا نه. در حالی که به ظرف چشم دوخته بود تا تمام کردن 5 تیکه از کیک، فقط به اون فکر میکرد. بالاخره نتونست زیاد مقاومت کنه. به آرامی به طرف ظرف رفت و با دقت آن را از روی قفسه برداشت. خیلی وحشت زده بود و میترسید که اگر بخواهد نگاهی سریع به آن بیندازد، حتما محتویات ظرف را خواهد ریخت. بن ظرف را بر روی پیشخوان گذاشت و در آن را به دقت برداشت. میترسید که داخل آن را نگاه کند. وقتی داخل آن را نگاه کرد، بن از تعجب شاخ درآورده بود. چرا ظرف خالی بود؟ فقط ته آن یه تکه کاغذ تا شده بود. بن خواست که کاغذ را بردارد. دستهای زمخت و بزرگ او تقلا می‌کرد تا داخل ظرف جا بگیرد. او گوشه کاغذ را گرفت و به دقت آن را برداشت. کاغذ را بیرون آورد و در زیر چراغ آشپزخانه آن را باز کرد. یادداشت مختصری با خط بد داخل آن نوشته شده بود. بن بلافاصله دستخط مادر مارتا را شناخت. نوشته بود: مارتا، داخل هر غذایی که میپزی مقداری هم عشق اضافه کن. بن آب دهانش را قورت داد. کاغذ را داخل ظرف گذاشت و آن را سر جای خود قرار داد و به آرامی رفت تا کیک خود را تمام کند. در آن لحظه کاملا میفهمید که چرا کیک آنقدر خوشمزه بود.